الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سخنان همکار گرامیمان جناب مولانا عبدالرحمن استفاده کردیم. سخنان شکسته و فراکنده را در رابطه با آیه بسیار بزرگ که تلاوت شد از قرآن عظیم و شان خدمت شما عرض خواهد شد. الله تعالی توفیق بده که همه کارها و حرفی را که میزنیم برای الله تعالی باشد، به نفع خلق خدا و نفع مردم باشد و لذت دارد. هر خدمت، هر سخن، هر حرکتی که برای الله باشد و یا در جهت منافع خلق خدا، الله تعالی به بزرگیش به ما توفیق عنایت بفرماید. قرآن عظیم الشان راستترین راه و صحیح ترین راه که انسان را به هدف میرساند، به سعادت میرساند، راه قرآن را راهنمایی کرده است. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که کتاب دیگری وجود داره که از قرآن عظیم الشان بهتر هدایت میده، چرا که این وحی آسمانی است و خود قرآن میفرماید که الله تعالی میفرمایند که قرآن به راستترین راه و درستترین راه شما را راهنمایی میکند و لہذا ما نمیتوانیم وقتی بگیم دینداریم، وقتی ادعای اسلامی داشته باشیم، نمیتوانیم بگیم که کتاب دیگری هم هست که راهش از راه قرآن بهتره. بهترین راه را قرآن عظیم الشان جلوی ما میگذارد و به بهترین راه قرآن ما راهنمایی میکند و قرآن بشارت میدهد مؤمنین را که به قرآن ایمان آوردند و قرآن را آیین زندگیشون قرار دادند و به قرآن عمل کردند و راه که قرآن پیشنهاد کرده بردند اونها را خوشخبری میدهد به اجر نیک و پاداش نیک و پاداش بزرگ
و اجر عظیم. و لحاظا این قرآن عظیم الشان هم رهنما هست و هم مژده دهنده به اجر عظیم و بزرگی که پاداش رهروان راه قرآن نصیب می شود، به او پاداش هم خوشخبری می دهد شما را. و کسانی که به قرآن پشت می کنند و قرآن را قبول ندارند و از قرآن فرار می کنند و دوری می کنند، لہذا برای آنها هم خبر عذاب دردناک است و عذاب خطرناک است. الله تعالی همه انسانیت را از عذاب خود نجات بدهد و همه را به راه درست و راه صحیح و راه راست راهنمایی بکند. همه امروز همه امت، تمام مسلمانان از هر گروهی هستند و از هر مذهبی هستند، هر برداشت دارند، همه اتفاق نظر دارند به این مسئله که قرآن کتاب خدا است و در این کتاب خدا کمی و بیشی نشده است. یک اعتقاد اجماعی است و اجماع همه امت، همه مسلمانان است. همه تمام مذاهب اگر به چیز دیگه اختلاف دارند ولی به قرآن اختلاف ندارند و برخلاف یهود و نصارا اهل کتابین که کتابایشون چندین نسخه داره و بسیاری جا اختلاف هست بر بسیاری از نسخه های تورات، نسخه های انجیل اختلاف نظر موجوده. بعضی یک نسخه را می پسندند و از آن خود کردن، بعضی دیگر نسخه ها را. ولی قرآن نسخه خطی داره ولی قرآن تغییر نداره. قرآن یک قرآن هست و هیچ تغییرات در قرآن عظیم الشان اعتقاد اجماعی مسلمانانه که در قرآن جابجا چیزی نشده و تغییر نشده. لازم قرآن به هر زبانی که تلاوت میشه قرآن هست و اختلاف لهجه در تلاوت هست. او به منزل همین اختلاف لهجه به زبان نان. بالاخره اینجا بسیاری جا میگن نان، بسیاری جا میگن نون. نون و نان هر دو تا یکی هست. بالاخره این لهجه های زبان فارسی هست و دیگه هم لهجه هست، دیگه زبان هم لهجه های مختلف دارن ولی نان همون یک نانه. حالا این نون بگن یا نان بگن، اختلاف هایی که در قرائت قرآن موجوده همین طوریه. جاءت یا جیعت یک معنا هست و الفاظ دیگری که در سبح اسم ربک الاعلی یا سبح اسم ربک الاعلی، این که قاریان تلاوت میکنن هر دو یک معنا هست و لحاظا قرآن به 7 زبان نازل شده، یعنی قرآن در 7 زبان میشه تلاوت کرد و این کشادگیه که الله آورده تا اینکه مردم معنی قرآن بهتر بفهمن. اهل مصر به لهجه خودشون و اهل حجاز به لهجه خودشون، قریش به زبان قریش هم تلاوت میشه، به زبانهای دیگر هم تلاوت میشود. این برای آسانی بوده تا اینکه قرآن بهتر بفهمند. قرآن یک قرآنه، معنا هم یک معنا است، معنا تغییر نداره. توی لفظ اگر تغییراتی بیاید، لحاظا قرآن از تحریف و تغییر و تبدیل محفوظ بوده تا حالا و تا قیامت محفوظ است و در سینه هزاران
طفل و کودک مسلمان حفظ، امروز دختران و پسران قرآن حفظ میکنند و چقدر سالانه حافظ قرآن در کل جهان و در کل این کره خاکی قرآن عظیم و شان حفظ میکنند و مشغول به حفظ قرآن و افتخار میکنند خانواده ها و فرزندان که حافظ قرآن شدند. بچهشون، فرزندشون قرآن عظیم و شان را حفظ کرده. این مایه افتخار برای خانواده و والدین و لحاظا این نه سرمایه عظیم و سرمایه بزرگ و قرآن کتابی است که 1400 و اندی سال از نزول قرآن عظیم و شان و قرآن اعلام کرده و تا امروز و تا قیامت که اگر کسی به این کتاب شک و تردید داره دیگه کتاب مثل همین بیاره و اگر این نمیتوانند 10 سوره بیاره، 114 سوره 104 هیچی 10 سوره بیاورند. اگر آوردن حق به جانب اونها هست و این کتاب خدا نیست. و اگر 10 نمیتوانند بره یک سوره از 114 سوره، یک سوره به اندازه سوره اخلاص، سوره فتح اذا جاء، سوره نعتین، کوثر، سوره عصر، به اندازه یک سوره از سوره های کوچک قرآن بیاورند. 1400 و اندی سال گذشته است و تا حالا کسانی که مخالف قرآنند و قرآن باور ندارند، قرآن قبول ندارند و هزاران میلیارد دلار خرج میشه علیه قرآن توی دنیا، این کار نکنن، خرجان خود را به هزینه نیندازند. یہ قرآن میگه، این زبان قرآنه، میفرماد یک سوره مثل قرآن شما بیاورید و تا حالا کسی نتوانسته بیاره. این دلیلی که این قرآن معجزه هست و معجزه یعنی چیزی که همه خلق از او عاجزند و نمیتوانند. یک چیز فوق العاده، یک چیز خارق العاده، یک چیز خلاف عادت را که از دست بشر بر نمی آید، این معجزه می گوید. و لحظه قرآن معجزه که از دست بشر قرآن یک سوره هم ساخته نمیشه از 114 سوره. لحظه این کتاب واقعا کتاب عجیبی است و زیبا و نیکو فرموده علامه اقبال رحمه الله که این کتاب نیست و چیزی دیگر است. واقعا این کتاب توی دنیا زیاده، دنیا پر از کتابه، مخالف و موافق می نویسند، هر کس می نویسه کتاب، ولی این واقعا قرآن کتاب نیست. علامه می فرماید چیز دیگری است و این عجیبه و عیاش. همینطور که قرآن خودش معجزه، تأثیرش همینطور معجزه و تأثیرش فوق‌العاده و بالاتر از عادت بشری و عادت تأثیر اسباب. و این کتاب امروز متاسفانه مسلمانان از کتاب فاصله گرفتن. بالاترین مشکل برای جهان اسلام، برای همه بشریت آنه که بشر از قرآن فاصله داره. با قرآن او محبت، او ارتباط، او بهره‌مندی، او استفاده ای که باید بشر بکنه از قرآن امروز نمیکنه، مسلمان هم نمیکنه. قرآن کم تلاوت میشه، زنان کم تلاوت میکنن، مردان کم تلاوت میکنن و این نشان کم توجهی به قرآن. و الا اگر شما فکر کنید و بررسی کنید، در صدر اول
در دور نبوت و در دور خلافت راشده و صحابه کرام و در دور تابعین و اتباع تابعین که مسلمانان به قرآن نزدیکتر بودند و بیشتر اهتمام قائل بودند به قرآن و توجه میکردند، مسلمانان خیلی زندگیشون بهتر بود، خیلی زندگی نورانی بود. هم چهره های مسلمانان نورانی تر بود، هم دلشون نورانی تر بود. چرا که قرآن تلاوت میکردن، میخواندن، به قرآن عمل میکردن. برکات الهی شامل حالشون بود و به زندگی راحت و زندگی طیبه رسیده بودن. زندگی گوارا، زندگی راحت زمانی است که انسان عمل صالح انجام بده، زن باشه یا مرد باشه، عمل صالح، عمل نیک. قرآن در تمام بخش ها که نیاز انسانان قرآن کار کرده، قرآن راهنمایی کرده است. قرآن کتاب انسان سازه و انسان می سازه و انسان را گوهر می کنه و استعداد انسان ها را شکوفا می کند، جامعه را در سطح بالا می بره. قرآن کتابی است که به بشر ظرفیت می دهد، تحمل می دهد و بشر را به توسعه یافتگی می رسانه، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ عملی انسان دارای توسعه خاص می شود، به سعه صدر می رسه، به مکارم اخلاقی و اخلاق نیک و عادات و رفتار نیک می رسه و قرآن عظیم الشان عمل انسان ها را می سازد و عمل انسان ها را صالح و نیک می کند. قرآن به حقوق الله تاکید می کند، به حقوق انسان ها تاکید می کند، به حقوق والدین، به حقوق خویشاوندان، به حقوق زن و بچه، به حق همسایگان، همسایه تاکید داره. قرآن تاکید داره که با تمام انسانیت باید شما نیک رفتار کنید. حرمت انسان را ما نگاه داریم، کرامت انسان را نگاه داریم، با اخلاق با مردم رفتار کنیم. این هر روش قرآن هست و این قرآن عظیم الشانه که جامعه را به جای میرساند که این جامعه رحمت خدا میشه. در کنار انسان ها زندگی کردن را قرآن آموخته که زندگی مسالمت آمیز باشه، حقوق انسان ها و حرمتشون حفظ بشه. مدارا را تعلیم داده، زندگی مدارایی باشه و ما مدارات کنیم، تعامل داشته باشیم، مسالمت زیستی داشته باشیم. تحملمون قرآن بالا میبره، صدر بالا میبره و از لحاظ اعتقاد قرآن ما را به یک تفرستی راهنمایی میکنه، به پرستش خدای واحد و لا شریک. و قرآن میگه معبود یک معبوده و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. معبود شما یک معبوده و اوست رحمان الرحیم. و لحظه مسلمانان اگر حیات پاکیزه میخواهند، مسلمانان اگر پیشرفت میخواهند، اگر ترقی میخواهند، در اخلاق پیشرفت بکنند، در عمل کرد پیشرفت بکنند، در اخلاق پیشرفت بکنند و به عرصه های اصلی انسانیت قدم بگذارند، انسانیت را قرآن عظیم الشان به ما تعلیم میده. سیره پاک و سیره بی آلایش محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، پیامبر اعظم و همه انبیاء علیهم السلام ما را به بهترین اخلاق راهنمایی کرد. اینها اساتید بشران از احسانات الله تعالی
کتابای آسمانی و قرآن عظیم الشأن و از احسانات الهی پیامبرانند که الله تعالی پیامبران برای ارشاد و راهنمایی و هدایت برای همه انسان ها فرستاده است. حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، سایر انبیاء علیهم السلام، اینها محورند. محور اصلی کتاب و قرآن عظیم الشأن و محور دومی که برای راهنمایی بشر، هدایت بشر آمده انبیاء علیهم السلام و محور سوم عقل انسانیه که الله تعالی به ما عقل داده که خیر و شرمون بدانیم، نفع و ضرر بدانیم، به سوی ضرر نریم، به سوی چه نریم، راه را اختیار کنیم، بی راه نریم، راه درست را بپیماییم، راه صحیح را ببریم و عقل مهمه و تاثیر گذاره و بعضی هر ستاره فرستاده نامیدند، هم قرآن فرستاده، هم پیامبران فرستادند، هم عقل فرستاده که در وجود هر انسانه. عقل میگه که آقا شما راه خلاف نرید، شما توی آتش نرید، توی آب خود را نیندازید، آب شما را غرق میکنه، توی چاه نیندازید، زیر ماشین خود را نیندازید. این عقل، راه درست برید، احتیاط کنید، جای ضرر به شما وارد نشه. و عقل میگه که این کتابی که به بهترین راهنمایی میکند، این کتاب اتباع بکنه. لذا الله تعالی عقل به هر انسان داده است و بالاترین دارایی هر انسان عقل باد. چرا که عقل نباشه دیگه هیچی نیست. همه چیز باشه، عقل نباشه هیچی نیست. و روی این عزیزان من، این نعمت الله تعالی و عقل باید فکر کرد که ما این کتابی که هدایت نامه است و این کتابی که رب العالمین فرستاده و نازل کرده از لوح محفوظ، از زیر عرش عظیم نازل شده است، ما این کتاب تابعداری بگیم. کتاب خدا است. جملات این کتاب، آیات این کتاب قول پیامبر نیستند، بلکه قول خود رب العالمین پروردگار. حدیث سخنان مال پیامبران ولی مطالب مال الله تعالی است. و اما قرآن نه، قرآن عظیم الشان هم مطالب و مفهوم مال الله، هم کلمات و تعبیر مال الله تعالی است. و این کتاب بسیار عظیمه و لذا توصیه به همه بندگان الله آنه که خود را با کتاب خدا نزدیک کنید. قرآن عظیم الشان وقت در میان شما است و لذا قرآن بگیرید. قرآن از یک طرف و زندگی آن حضرت، سیره آن حضرت، احادیث که از زمان آن حضرت صلی الله علیه وسلم خارج شدند و اینها در تشریح قرآنان، تفسیر قرآنان، تفسیر عملی قرآن، عمل کرده آن حضرت هست و سیره آن حضرت هست. لہذا سیره آن حضرت را در کتاب قرآن بگذارید، در کنار قرآن که آن حضرت عمل کرده. وقتی الله تعالی فرموده نماز بخونید، چگونه نماز خوانده، زکات بدید، چگونه زکات داده، حج بکنید، چگونه حج رفته. و کل زندگی آن حضرت و سیره آن حضرت برای ما الگو هست، برای ما نمونه و برای ما بهترین راه و طریق هست. و با عقل فکر کنیم، از این قول این شخص، قول اون
ما زندگی آن حضرت را بگیریم. حضرت بشران و انسانان و از قریشان و هاشمیان و هاشمی بالاخره تیره و تبار از بالاخره تیره از قوم قریش هست، قوم بزرگ. و لحاظا بشران، فرزند حضرت عبدالله، فرزند آمنان، نوای عبدالمطلبان، و لحاظا انسانان. و اما انسان والا مقام، انسان برتر، انسانی که صاحب وحی و انسانی که بر او وحی نازل شده، دیگه کسی صاحب وحی نبوده. خاتم النبیین، خلیل خدا، دوست خدا و رهنمای ما، الگوی ما هستند. الگو آن حضرت را الله تعالی معرفی کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در تمام زندگی آن حضرت برای ما بهترین الگو، بهترین نمونه، رحمت للعالمین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. زندگی آن حضرت و چه زندگی نورانی هست. و لحاظا ما یک به قرآن مراجعه کنیم و قرآن محکم بگیریم و تو به آن حضرت و قول صحیح آن حضرت و نه اینکه هر کسی یک عبارت درست بکنه و به آن حضرت نسبت بده. نه، و احادیث آن حضرت که دارای سندن و ثابتن که آن حضرت این را فرموده یا آن حضرت این عمل انجام داده، لحظه به او عمل کردن برای ما کافی است برای نجات ما. در کنار قرآن عظیم و شان تعلیم زیبا و زندگی 23 سال آن حضرت بعد از نبوت، گرچه آن حضرت قبل از نبوت هم زندگی شرافتمندانه، امانتداری، صداقت، زندگی شریفانه آن حضرت صلی الله علیه وسلم الگو هست و بهترین نمونه. ولی بعد از اینکه صاحب وحی شدند و به نبوت انتخاب شدند، لحظه و قرآن می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة. رسول الله زمانی که به رسالت می رسند و نبوت می رسند برای ما الگو و نمونه خدا معرفی کرده. و لحاظا زندگی آن حضرت خود را نزدیک بکنید. و آن حضرت هم همین فرمودند که شما راه و روش منع بگیرید. قرآن هم همین فرموده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر شما خدا را بفرمایید، قرآن میگه شو دوست دارید، پس حضرت رسول اتباع بکنید. خدا شما را دوست میکنه و دوست می‌دارد وقتی که شما حبیب او را و پیامبر او را اتباع بکنید. این اتباع برای ما مایه سربلندی است، مایه عزت، به جای اینکه ما دنبال این و اون بیفتیم و فلانی چه گفته، فلانی چه کرده. ببینید قرآن چه میگه، قرآن چه دستور میدهد، قرآن از چه چیزی من میکنه، قرآن چه میفرماید، هدایت قرآن، راهنمایی قرآن چیه و سیره آن حضرت چی هست و آن حضرت چه فرموده است. و لحاظا این برای ما حیاتی و مهمان. و سیره خلفای راشدین که هم در روایت موجوده که سیره به مانند سیره آن حضرت، چرا که اونا به منهاج نبوت و منهج پیامبر عمل کردن. و لحاظا این بالاخره به عنوان اینکه منهج آن حضرت هست و مگر یک جای ثابت بشه که چون انسان بودن از انسان خطای سر زده، لحاظا انسان همه جایز الخطا و پیامبران لغزش میخورند، هم لغزش دارند گاهی و این موارد بسیار کمه که خلاف اولا
پیامبر عمل بکنه و بالاخره بعدم پیامبر استغفار کرده. اگر خلاف اولا بوده، ناجایز نبوده، خلاف اولا بوده است. الله تعالی به همه ما توفیق بدهد که قرآن در زندگیمون احیا بکنیم. دانشگاهیان، دانشجویان، فرهنگیان، کشر تحصیل کرده و باسواد و کشاورزان، دامداران و تجار، زنان و مردان، همه شما نیاز دارید که قرآن در زندگی شما بیاید. افتخار بکنید به قرآن عظیم و شان که دیگه کتاب مثلی وجود نداره و از قرآن دوری نکنید. از قرآن شما بی‌نیاز نیستید، محتاجید همه به قرآن عظیم و شان، همه نیازمندید. قرآن تلاوت بکنید، به هر کلمه‌اش 10 نیکی ثواب داره. شما الحمدلله رب العالمین که بگید میدانید که نه چقدر حروفن، همین اندازه که حروف همین اندازه برای هر حرف 10 ثواب میرسه. الف لام میم که شما بگید برای هر حرف 10 نیکی، و لحاظا به تعداد حروف 10 نیکی برای حرف برای شما نوشته میشه. تلاوتش ثوابه و نگاه کردن به قرآن مایه روشنایی چشمه، حفظش در قلب و در ذهن. عزیزان من، نور در قلبه، روشنایی در قلب. کسانی که قرآن حفظ دارند، هر اندازه حفظ دارند، همان اندازه نور توی سینه شون دارند، توی مغزشون دارند. افتخار کنید که فرزندان شما قرآن بخونن، برن دانشگاه تحصیل بکنن، برن بالاترین مدارج بگیرن، داخل کشور تحصیل بکنن، توی دنیا برن مدارج علمی را طی کنن، بالاترین تخصص ها را در هر رشته بگیرن، ولی قرآن داشته باشن، قرآن بخونن، قرآن تلاوت کنن. اساتید دانشگاه بی نیاز از قرآن نیستن، اساتید حوزه بی نیاز از قرآن نیست، همه نیازمند به قرآنن، همه قرآن یاد بگیرن، قرآن تلاوت کنن و به قرآن عمل بکنن. و قرآن عظیم الشان خود زیبا فرموده الله تعالی در قرآن که وقتی که بندگان صالح را تذکر کرده، علما را که وقتی قرآن می خواندند به رکوع می افتادند، به سجده می افتادند، گریه می کردند. واقعا این کتابی که انسان بخونه گریه کنه، وقتی معانی قرآن متوجه بشود، وقتی بدانه که قرآن چه میگوید، چه پیامی از جانب الله تعالی به ما میرسانه، واقعا قابل گریه که انسان گریه کنه و عاجزی کنه در مقابل پروردگار. ولذا این ایام که ایام تعطیلات و تابستانی هستند، سعی کنید که بچه ها ویل نگردن، بچه ها را ببرید تا یاد بگیرن از قرآن عظیم و شان. اگر هیچ نباشه تعداد از سوره های قرآن یاد بگیرن و کم کم یاد بگیرن و قرآن عظیم و شان حداقل روحانی قرآن بلد باشن، صحیح بلد باشن، درست بلد باشن. الحمدلله امروز توی شهر ما و خیلی شهرهای دیگه بر روی قرآن کار می شود. صحیح خوانی قرآن، تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، معنی قرآن، و همه باید تلاش کنیم به عمل به قرآن عظیم و شان انجام بگیریم. و قرآن کافیه برای هدایت. سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در کنار قرآن به هر حال کافی هم برای هدایت انسان. و شما اهل قرآن باشید و به قرآن به کثرت مراجعه بکنید، قرآن به کثرت بخونید. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت کنه و ہمارا موفق بداره و ہمارا عامل به قرآن. بسیاری چیزها هست که مردم چیزایی که توی قرآن نیست
و چیزایی که قرآن مخالف اون چیز است متاسفانه امروز بسیاری از مسلمانان عمل میکنند. اخلاق قرآنی نیست، عمل کرد برابر با هدایت قرآن نیست. بسیاری مفاسدن که مردم گرفتارن، منکرات و گناه، بسیاری خرافاتن که مردم گرفتارن، نه در کتاب الله است نه در سنت پیامبر و سیره نظر جا نداره. و مسلمانان هر جایی هستن از این مسائل اجتناب بکنن که پیامبر انجام نداده. و قرآن، هدایت قرآن چیه، راهنمایی قرآن چیه، قرآن همون مردم اختیار بکنن. الله تعالی توفیق عمل عنایت. و به هر حال این یکی از احسانات الله تعالی بر بشر همینه که سیستم حکومتی داده به بشر و انسان و لحظه این زندگی که به نظم باشه، الله به نظم و به برنامه صحیح و درست تشویق میکنه ما را که زندگی ما منظم باشه و نظم داشته باشه. این نعمت پروردگار و لحظه این سیستم های حکومتی که امروز توی دنیا هستن نوع حکومت داری، نوع نمایندگی از پروردگاره که همانطور که الله تعالی مالک الملکن و کل عالم و جهان مدیریت میکنن. مدیریت های جاهای مختلف به دست بشر داده شده که این بشر کاراش را نظم بده و رسیدگی بکنه. حاکم، حکومت به ملت رسیدگی بکنه، کارهای مردم انجام بدن، حفاظت مردم، امنیت مردم، اقتصاد مردم و اداره کل کشور و ملک و مردم را الله در دست یک مدیریتش را در یک دسته کسی داده که شما این بندگان خدمت کن. و در حال سیستم هایی که الان توی دنیا است مختلفه ولی تمام انگیزه اصلی همه حکمرانی نیست، فرمان روایی نیست، بلکه در اصل انگیزه خدمت هست که خدمت مردم انجام بگیره، خدمت گزاری مردمه، حل مشکلات مردم است، ترحم بر مردمه. و هر سیستم توی دنیا باشه، نامش اسلامی باشه یا غیر اسلامی، دموکراسی باشه یا از سیستم های فراوان دنیا، نوع حکومت توی دنیا که هستن، اگر از این مسیر خطا کنند که بالاخره برای حکمرانی و فرمان روایی و برای جمعوری دنیا و منافع بخوان فرمان روایی بکنن، این او چیزی نیست که الله تعالی اینه خواسته الله اینه که حاکمان و کسانی که دارای حکومتن، پستن، موقعیتن، مدیریتای کلانن، مدیریتای پایینن، همه در خدمت مردم باشن. و این خدمت بالاترین عبادت الله تعالی است و نزد الله تعالی بسیار ارزش داره. درود ختم کنه. و بر همه او حکومتی که ذل الله است قدیما، او زمانی که البته سلاطین آمدند و پادشاهی در جهان اسلام آمد، حاکم را ذل الله می گفتند. ذل الله به معنی سایه خدا.
و خطبا روز جمعه هم همین میگفتن که السلطان ظل الله فی الارض، یعنی سایه خدایه. یعنی سایه چه؟ سایه رحمت خدا. سایه سرده، اگه سایه گرم که نیست، سایه نمی سوزه، سایه آقا فرحت میده، خوشحالی میده. شما الان زیر سایه این چادرها هستید اینجا و چادر اونطوری سایه نداره که درخت داره. و به هر حال سایه حسنش و زیباییش در اینه که سایه سرده. و پادشاه را می گفتن که ای ظل الله، که یعنی سایه سرد خدای برای ما، پناهگاه از آفتاب و از آفتاب سوزان و از گرمی. و حکومت درسته میتونه ظل الله باشه حاکم زمانی که سایه سرد الله برای بشر باشه و برای انسانیت باشه، ترحم داشته باشه، رحم بکنه. و نگفتن که آقا حاکم قهر خدایه یا عذاب خدایه، نه، حاکم رحمت خدایه. و هر کسی هر نوع مسئولیت داره، در مسئولیتش باید رحمت الهی باشه. همه را ببینه، باید همه این قلمرو خود را و همه مرزهای خود را، درون مرز و مرزها را همه ببینه که چه کسی اینجا گرسنه. اگر اینجا بچه از گرسنگی طلب بشه، بچه از نبودن بهداشت طلب بشه، بچه از نبودن آب سالم طلب بشه و بچه از سوی تغذیه طلب بشه، کل این مسئولیت به گردن حاکمه. و حاکم برای او بچه که گریه میکنه تو سر مرز و چرا گریه میکنه؟ غذا نداره بخوره. و بالاخره برای او هم باید حاکم دلش بسوزه. اصلش اینه، ای ظل الله به معنی این است. بعضی عزیزا میگن که ظل الله معنی قهر خدا. نه بابا، ظل الله معنی سایه. کسی گفت که ظل الله حاکم یعنی حاکم خطرناکه، گفته نه، ظل الله به معنی خطرناک نیست. ظل الله به معنی حاکم، به معنی رحمت الله تعالی، به معنی سایه سرد خدا. و حاکم اگر کسی بی مشغله، بیکار، کار حاصل پیدا نمیکنه، مشغله پیدا نمیکنه، پول نداره که خود را مداوا کنه، پول نداره که تحصیل بره، این مسئولیت حاکم. حاکم مسئوله که به مردم برسه، مداوا را، چیزای عمومی را که نیاز ہے همه هستن. در همه دنیا هم اینطوره که مجانی میکنن. درمان مجانیه برای مردم، تحصیل مجانیه برای مردم و اینها برای همه مردم نیازن. حاکم باید همه را ببینه، جامعه، تمام جامعه را ببینه و زنانا ببیند، مردانا ببینه و همه اقوام ببینه، مذاهب ببینه، همه انسانها را ببینه، در هر دینی خدا را باور دارن یا ندارن، حساب و کتاب قبول دارن یا ندارن، با عقیدهشون کاری داشته نباشه. حاکم امنیت را برای همه تامین بکنه، معاش و روزی را برای همه زمینش را فراهم بکنه، مدیریت کنه و نگذاره که بین شایستگان این اقوام، این ادیان و این مذاهب و این تنوع بشری، زن و مرد، نباید بین شایستگان زنان
و شایستگان مردان تفاوت قائل باشیم. و عادل هم به معنی همینه. عدالت، عادل به معنی روگردانی از ظلم و ظلم به معنی و عادل به معنی هر چیزی را در محلش بگذارید و ظلم آنه که یک چیزی را از محل جای محلش اینجا از شما اونجا بگذارید، این میشه ظلم. حق خدا باشه، حق بندگان، حق اینه. از حق چیزی که عدول بکنه میشه ظلم و بر سر حق میشه عدل. و لحاظا عدالت را گسترش بده، انصاف را گسترش بده، رحمت را گسترش بده، ترحم را گسترش بده. اگر یک مامور خلاف بکنه باید گوشش را حاکم بگیره. بله. اگر مامور ظلم کنه بر یک شخص، قتل که خیلی سنگینه، سیلیه بزنه، ناسزایه بگه، حاکم باید به او فرد بگه که این مامور سیلیه بزنه، انتقامش در جا بگیره، تا اینکه هیچ ماموری از قانون و از دستور خطا نکنه، بشه رحمت الهی حاکم. حکومت و حکومت داری بشه رحمت پروردگار و خلق در آسایش باشد. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش. حاکم باید از وجودش مجرم بترسه، گناهگار بترسه، دزد بترسه، قاتل بترسه، رهزن بترسه، ماموری که رشوه میگیره بترسه، با فساد مبارزه بکنه، با رشوه‌خواری مبارزه بکنه، با سوء استفاده بجنگه، با رشوه‌خواری حاکم بجنگه، با فساد بجنگه، ولو اینکه فرزند حاکم باشه، ولو اینکه نزدیکترین افراد باشن، بالاخره حاکم باید با اونها بجنگد و تا اینکه بالاخره عدالت، آسایش و وجودش مایه رحمت برای خلق بشه. بعضی از عزیزان وقتی که یک پست میرسد بعد چقدر خوشحال میشه که ما پست گرفته و بالاخره تبریک هست و تهنیت هست و شیرینی بده و سور بده و در حالی که نه پستا مسئولیت. اگر کسی هر پست برسه به مسئولیت رسیده است و لازم مسئول به معنی کسی که جوابگویه، باید جوابگوی مردم باشه، باید جوابگوی ناانصافی ها بشه، باید جوابگوی نارسایی ها بشه و این مسئولیت و آزمایشه. معلوم نیست که انسان چگونه از آب در می آید و بعضی هزینه می کنند تا نماینده مجلس بشه، هزینه کلان، بعضی هزینه کلان می کنند تا رئیس بشه و تا به قدرت برسن، در حالی که قدرت رسیدن آزمایش الله است. امانتداری این امانتدار الله تعالی برای خلق خداست که چگونه با خلق رفتار میکنه، چگونه با مردم، چگونه مسئولیتش را انجام میدهد و چگونه امور اداره را میچرخاند. و لحاظا این همه مسئولیت و سنگین و روز قیامت سوال میشه حاکم. نمیشه که حاکم بگه من اطلاع نداشتم. حاکم اونجا نمیتونه من خبر نبودم. تو برای چه مسئولیت قبول کردی؟ تو چرا مسئول شدی؟ و لحاظا یک نقلی از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه آمده که فرمود اگر یک جای دوری را نامردن که اگر سگی از گرسنگی بمیره، روز قیامت خدا از عمر سوال خواهد. عمر کسی که با
با از غنیمت کیسه را پر میکرد و به پشت خود ببره به یتیم ها برسونه. و وقتی که یک جایی رد میشد شبی دور میزد و دید توی خیمه ناله هست، توی خیمه ناله. و پرسید که این ناله چیه؟ و جواب دادن که این توی خیمه زنی داره زایمان میکنه و ناله همون زن هست. و رفتن خانم خود را آوردن، خانم ام کلثوم دختر حضرت علی را آوردن و گفتن که اینجا او به اون صحرانشین که توی فلاس در مدینه نشسته بود او را گفتن که این خدمت زن تو را انجام میده که بالاخره وقت زایمان نیاز به زنان هست، زنان که زن خدمت میکنن نه مرد. و وقتی که زایمان شد فرزند پیدا شد، فرزند جمع کردن، خدمت کردن، بعد گذاشتند و رفتن. خلیفة المسلمین و کسی که حکومت را در دست داره، حاکم مردمه، باید رحمت الهی باشه، دین داره یا نداره. ولی بالاخره این مسئولیت هر کسی که خود را به دین نسبت میده و خود را دیندار میگه وظیفه او سنگین تره و سخت تره. و ما همین امید داریم که توی کشورمون و مشکلات فراوان شده. الان رئیس جدیدی که آمده، شما هم دعای خیر کنید که الله تعالی به ایشون توفیق بده که عدالت گسترش بده. و اگر یک روز حکومت بکنه کسی یا 1000 روز حکومت بکنه، حسنش اگر با عدالت، با انصاف، با دلسوزی و رحمت خدا برای خلق باشه، یک روز از 1000 روز ارزشش بیشتره. و 1 سال و 2 سال از مدتهای مدید 100 سال بالاتره. و اگر عدالت نباشه، انصاف نباشه، 1000 سال که حکومت کنه 100 سال بی‌فایده، مسئولیتش بیشتر میشه و بارش نزد الله تعالی سنگین تره. الله تعالی توفیق بده. ما امیدواریم که توی این برنامه جدید و جناب دکتر پزشکیان اون چه که خواسته مردمه، اون چه که فریاد مردم ایرانه، بعض نشستگان، معلمان، کارگران، زنان، مردان، اقوام، مذاهب، همه ملت ایرانه، همه مردم ایرانه. این خواسته ها خدا میگه رسیدگی بکنه. حاکم الله حاکم کرده که به این حرفها را گوش کنه، این را بشنود. شایستگان زن و مرد و همه اقوام، همه مذاهب استفاده بکنه. شایستگان هیچ قوم و طایفه از شایستگان دیگر ترجیح نداره. شایسته سالاری باشد، شایستگان به کار گرفته بشوند تا برای مردم صحیح خدمت بکن. و هیچ جای توی دنیا در این کره خاک حکومت با یک طیف خاص و یک کشور خاص نتوانسته اداره بشه و نتوانسته ادامه بده. در این هفته یک حادثه پیش آمده بود و یکی از عزیزان که به نام مهندس حبیب الرحمن هاشمزایی هستند و ایشان مسئول اداری سیمان تیز در جکیگور هستند بودند و به ناراحتی قلبی، درد قلب
گرفتار شدند و بالاخره به جای نرسیدند و تمام کردند و وفات کردند. حمله قلبی سرش انجام گرفته. و این بهرحال یک انسانی که علم کسب کرده، دانش کسب کرده، مطلب بشه خیلی سنگینه. حالا همه انسان سنگینه، ولی بالاخره یک انسانی که تنها مال خانواده نیست، برای دیگران خدمت میکنه و زحمت کشیده، علمی کسب کرده و بره به آسانی، این واقعا خیلی سخت است. و ما ضمن این که تسلیت عرض میکنیم عزیزان و نزدیکان جناب مهندس را، و یه چیزی که مایه حسرت و افسوس اینه که بهرحال توی کشور ما اون چی که قوانین عرف بین المللی هست، عرف جهانیه، مراعات نمیشه. تو یک کارخانه که کارخانه سیمانه و کارخانه بزرگی است و تعداد زیادی اینجا مشغولن، بالاخره در اون نباید درمانگاهی باشه، حداقل اتاق درمانی باشه، امبولانسی داشته باشه، شرایط بهداشتی را رعایت کنه. یکی فردا بالاخره دیگه به مشکل گیر میکنه و ببرم به دکتر نرسه. ولی لحاظ کسی که دچار حمله قلبی می شود، حمله قلبی خیلی خطرناکه، معامله آنه، لحاظ اگر بی فوری رسیدگی نشه این تلف میشه. و ما توی جهان اسباب زندگی میکنیم، مسئولیت ما آنه که باید اسباب ما مورد توجه قرار بدید. همه این فروزه ها و شرکت ها باید حداقل درمان ابتدایی را داشته باشند، رسیدگی ابتدایی. بالاخره جای یک قسمتی برای داشته باشند که مال بهداشت و درمان باشه. اگر یک اتفاق پیش میاد، حداقل قرص زیر زبانی میخواهد. اگر ناراحتی قلبی پیش بیاد برای یک کارگر، برای یک کارمند، و بالاخره او چیزی ابتدایی که این بتوانه خود را به پزشک برسانه، متخصص برسانه، بیمارستان امبولانس باشه، نه برای تاکسی بگردند و وانتی تلاش کنند که مثل یک مریض چطور منتقل کنند. و اتفاقات گوناگون تنها حمله قلبی نیست، دیگه حمله ها میاد خطرناکتر که گاهی برای در یک مجتمع و یک مجموعه پیش میآید. و به هر حال یک چیزی است که باید این رعایت کنه. وقتی این هزینه کلا نمیکنه و هزینه سنگینی برای یک کارخانه سیمان امثال سیمان، دیگه کارخانه ها، دیگه فروزه ها، شرکت ها، این باید بالاخره بهداشت و درمان کشور باید این را موظف بکنه که همه اینها هزینه بکنن و فکر سلامتی مجموعه خودشون را باشه، بتوانن اینها را به یک جای برسانه. مهندس از یک ماشین به ماشین دیگه خود این مریض تلف میکنه، ماشین نامناسب باشه همینم اثر میگذاره به تلف او. و لحاظ یک چیزی که هم خویشاوندان او متاثرند از او، نگرانند و هم نگرانی عمومی هست. و بالاخره توی های مجموعه مدرسه مثل باید همه این توی مدارس دینی، مدارس دولتی، بالاخره این باید پیش بینی باشه و همه با یک جای اتاق درمان و بهداشتی داشته باشن که بسیاری خدمت های جزئی اند، معمولی اند، صرفایی اند، اینا رو بتوانه اونجا انجام بدن. نیاز نباشه که بیمارستان بره. بالاخره اگر یک شهرک پاره بشه و تا بیمارستان نمیرسه. و بسیاری چیزن که این همی تو اونجا پیشگیری کرد، جلوگیری کرد تا این ببرن به جای برسن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.